این مهمترین ویدیویی که داری امروز میبینی، پس حتما تا انتها تماشاش کن. میدونستید سوشال میدیا داره تمرکز شما رو کاهش میده و حافظتون رو ضعیف میکنه؟ سوشال میدیا با بمباران اطلاعات غیر مهم باعث میشه که مغزمون دیگه فرصت کافی برای کدگذاری اطلاعات مهم رو نداشته باشه و ما اونها رو از یاد ببریم و اینطوری حافظمون به مرور کم میشه. علاوه بر اون ما این روزا حتی نمیتونیم 5 دقیقه روی خودمون تمرکز کنیم و همش باید گوشی توی دستمون باشه و اینطوری باعث میشه که بازه تمرکزمون به مرور کاهش پیدا کنه. مثلا همین الان ممکنه ذهنت بهت بگه این ویدیو رو رد کن و برو ویدیوی بعدی. اما این بار رو به حرفش گوش نکن، چون میخوام بهت یاد بدم که چطور بین استفاده از سوشال میدیا و زندگی تعادل برقرار کنی. صبح‌ها نیم ساعت بعد از بیدار شدن و شب‌ها نیم ساعت قبل خواب اصلاً از گوشیتون استفاده نکنید. در طی روز در بازه‌های 2 ساعته گوشیتون رو از خودتون دور نگه دارید و بعد از هر 2 ساعت 1 ربع تا نیم ساعت ازش استفاده کنید. با همین 2 تا کار ساده میتونیم به مغزمون کمک کنیم که سالم‌تر بمونه. حالا که تونستین تمرکز کنین و تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنین، ازتون میخوام که برای انتشار آگاهی این ویدیو رو برای دوستاتونم ارسال کنید.